ҷадидтарин филм дар синамои тоҷик. дар нақшҳои асосӣ Гулбону Сайфуллоева, Кароматулло Сафаров, Тахмина Салимова, Азизҷон Сайфуллоев, Маҳина Саодатхонова, филми Кароматулло Сафаров Пушаймонии фарзанд. نان رو کمتر خورید. نرگس لبای چی شد؟ کمتر آب بیار. زود باش. مایلش چی شد؟ یابون خوب دیده؟ دهشت. در خواب می دیدم که ماری زردی کلان دیلم را کنده خورد. خیریت که در خواب بوده است. هیچ گم نه، خوب است. خزر رفته دست رویتان رو شوید با خود میوید. خزر آنچون خودت قوی شد.
تو چی شد نرگس؟ نرگس؟ من از همیشه از زندگی بیزار شدم. آخر من هم مادر شدم میکنم، اما این مادر شما درد سری من شده است. من دیگر طاقتی در این خانه با مادر شما زندگی کردن ندارم. اشوف تا وقتی که مادر شما با من در این خانه زندگی میکند من مادرش نمیتوانم. بس! تو چی خو میگویی؟ مگر عقلت را خورده ای؟ به تو چی شده زن؟ از روزی که تو به این خانه آمده ای مادری مرا چشم دیده نداری. هر روز هر باره که در بند من کودک می شود سببگار به دنیا آمدن آنها مادر جنک شما است. شما باشد به پروا گشته ای. چه خیل مادر من؟ از روزی که من به این خانه آمدم مادر شما دائم بیمار است. آخر شما میدونید برای زن حامله از 1 کلاس زیاد بار برداشتن ممکن نیست. چی؟ تو حامله شده ای؟ بله. نرگس اگر خودت رو احتیاط کنی ما صاحب فرزند میشویم. همین در. اوه خدا رو شکر. من یک فکر دارم. چی فکر دارید؟ گپ زنید. یا مادرت رو به خونه پیران سالن ببر. بابای گویی که همین که نبیرتان به دنیا اومد رفته او رو میاریم. وینش تو چی خو میگویی نرگس؟ آخر مادرم شنود سخت میرنجد و باز همسایه ها چی میگویند؟ یک مادر رو نگاه کرده نتوانستند. ای کاری همسایه ها چی؟ شما یک بار از نزد مادرتان گذرید بابای گوید که همین که نبیرتان به دنیا آمد ما رفته شما رو به خونه میاریم. آخر بیچاره روزی دراز در اینجا تنها خودش سیخ می شود. در آنجا دو گناه ها پیدا می کند. با هم روزی دیر می کنند روزشان می گذرند. درست میگویی. آخر برای من هم فرزند لازم است. من هم پدر شدن میخواهم. آرام بوده است. کار میکنم که حتی نامی مادر جانکت را هم فراموش میکنی. حالا است. واو! سلام مادر جان. سلام بچم، بیا. مادر جان صبحانه خورده؟ خوردم بچه جان. بیایید من یک پیاله چای دیگر ریزم. مرحمت مادر جان. رحمت بچه جان، رحمت. مادر جان میدونم که شما در خانه تنها زیق شده اید. بیایید من شما رو به یک جای خوب میبرم. در اونجا استراحت میکنید، دوگانه ها پیدا میکنید و باز بویهایتان رو هم طبابت میکنند. ما هر روز همراه کلینتان رفته شما رو خبر میگیریم. اگر خواهید شما رو گرفته میاریم. هم مادر جان. میشود. نرگس لباسهای مادرم رو آماده کن. خدا جان، جوابی همه مهربانی های همین بود. صد افسوس.
خداوندا این خطایی که فرزندانم کردن نابخشیدنی است، اما آنها را به غضبت گرفتار نکن. من آنها را بخشیدم. خداوندا به پسرم فرزند سالم عطا کن تا آنها ببینن که فرزند برای پدر و مادر چقدر شیرین است و فهمند که تحمل دوری فرزند برای مادر چقدر مشکل است. آن وقت آنها خطایی کردنشان را فهمند و اصلاح شوند. خداوندا فرزند یگانه‌ام را در پناهت نگه دار. آمین. شکر. السلام. اوهو ینگم برای گلدسته را انتخاب کردن خودش به بازار آمد. نه این گلدسته را برای مادرمون گرفتیم. عمر مادری خودت چی؟ ساز میشود. مادرم گفتن که این بگویی با خبرگیری مادرت رویم. مادری من در خونه نیست. در کجا؟ بردم بزنه. من دیگر طاقت در این خانه با مادر شما زندگی کردن ندارم. تا وقتی که مادر شما با من در این خانه زندگی میکند من مادرش نمیتوانم. باز روزی که تو به این خانه آمده ای مادری مرا چشم دیده نداری. یک دسته گل گرفته بیار برای مادر جانم ببره میله. ما هر روز همراه کلینتان رفته شما رو خبر میگیریم. اگر خواهید شما رو گرفته میاریم. هم مادر جان.
خدا جون این دفعه بابای چی دروغ گویم؟ شیرینم؟ چه خیلی از این دروغ خلاص شوم؟ چه خیلی بابای گویم که من حامله نیستم؟ چه خیلی؟ یافتم. حاضر من بابای زنگ میزنم. تو اینجا چیکار میکنی؟ یزنا الو برای دیدن سلام عمر جون. سنم نه بله من کودکمان باز افتید. خیال افتاد نرگس. آخر گفته بودی که مادرت رو به خونه پیران سالان ببر فرزنددار میشه بفروش. پس این چه خیل شد؟ وای هنگامی موسه بردن در سنگ پیش بخوردم با کودک افتید. خیال افتاد نرگس. چی ها میگویی کنی روشن‌تر گپ زن؟ بیا عمر جان از پیش میفهمانم. خوب شد عزیزم. حاضر من میایم. حاضر میایم. مایلش چه ساده عمر. فریب کردن تو آسانکک. عمر جان شما روید من نیستم. مایلش خاله جان. خوب راهی سفید خاله جان. خوب شد که از تو خلاص شدم. تا وقتی که مادر شما با من در این خانه زندگی میکند من مادرشان نمیتوانم. باز روزی که تو به این خانه آمده ای مادری مرا چشم دیده نداری. اون دست رو گلدسته رو با مادرم ببر. درود یار مادر مادر آینه روزگار مادر مادر آخری عمری خش به حرفی دروغ دارم به توی افتخار مادر مادر آخری عمری خش به
سال شب و کناری بیش کسته نباش آمدنم زی شهر بر خانه ای تو دیده بره بسته نباش ای مادری نام داری من خسته نباش صد سال شب و کناری بیش کسته نباش آمدنم زی شهر بر خانه ای تو سلام مادر جان قلندر و زیبا نیسا در کجاست؟ مادر جان من برای شما دسته ای گل آوردم مادر جان من تنها نگذارید مادر جان در خواب می دیدم که ماری زرد کلان دیلم را کنده خورد یا مادرت رو به خونه پیران سالان ببر ما هر روز همراه کلینتان رفته شما رو خبر میگیریم آخر برای من هم فرزند لازم است من هم پدر شدن میخواهم آها ینگم برای گلدسته را انتخاب کردن خودش به بازار آمد مادری من در خانه نیست نرگیز مادر جان بردارید بچه ها میبرین این نومرد سقای مزر شود نومرد نبرید مادر جانم را نبرید مانید که رویش را ببینم نبرید بله من چی؟ وای دیگر سنی من نیست به خونه مادرش ببرید به خونه مادرش ببرید مادر جان خیزید یکون چیز گویید پسرتان پسری گناهگارتان
نزدتان آمده است. مادر جان، پسر یکی به خاطر فرزند مادرش در زیر آن همین خاک خنک است، نزد شما آمده است. امروز شما عید دارید مادر جان. کاش که امروز شما در حیات می بودید. من مثل دیگران دسته گل رو گرفته به خانه می در آمدم، چهره زیبای شما رو می دیدم، با آن گل دسته زیبا رو به دستان شما می دادم. اما افسوس که مادر من دیگر مرا نمی بیند، دیگر مرا نمی شنود. نمیدانم که مادر جان من وقتی مردنتان چی گفتید. پسری تنهایم، پسری نامردم در کجاست؟ مادر جان ببخش مرا. پس از جاجو می رویم. مادری شیرین زبانم، نامی تو گردی زبانم، دعای تو انتظارم. مادرم جان مادری من، مادری شیرین زبانم، نامی تو گردی زبانم، دعای تو انتظارم. مادرم جان مادری من، دعای تو انتظارم. مادرم جان مادری من تو را دوست دارم، خاکی پاد بردیدم مالم. دنیای من توی مادر نباشی کار و خزانم. من تو را دوست دارم. مادر جان، من تیلاواری های مادر عمر رو گرفتم. سلام عمر، چخیر؟ تیلاواری های مادرت به من زیبید است؟ چای گرم است، نوش.
کلی؟ او کلین جان. لبای مادر جان. عزیز جان از کار اومده است؟ نه مادر جان، عزیز این بگاه نوبتدار است. عمر هم نه اومده است. نه اومده است؟ نه نه اومده است. مرحمت مادر جان. سلامت باشی دخترم. ها لبای مادر جان. قریب که فراموش میکردم. مگیر برده در سیف مون. روز بگو شد. بهترش من خودم با عمر زنگ زنم. با کجا رفته باشم؟ لبای مادر جان. عمر جان؟ او پیسرم در کجایی؟ روز بگو شد. زودتر به خونه بیا. خوراک رو آماده کردیم. تو رو انتظاریم. زودتر بیا عمر جان. مایلش حاضر میایم. حاضر. سلام مادر جان. سلام پسرم. اومدی پسرم؟ هم مادر جان. گذرشی. گوش کن عمر جان. برای چی اینقدر خودت رو عذاب داده میگه؟ گپ زن. شرم نکن. من به تو کمک میرسونم. شاید یگان دختر رو نغز دیده باشی. این رو هم گپ زن. من خود دیپگاه به خواستگاری میروم. نه مادر جان. عمر. لبای مادر جان. بچه جان، خودت میدانی سلامتی هم خوب نیست. پای هم درد میکند. از اوده کارهای خانه نمیبرایم. اگر یگان دختر رو دوست داری گوی به خواستگاری روم. مادر جان، میدانی چی؟ من هم کورسم رو دوست میدارم. نامش نرگیس. بچه جانی من، شه بچه من، اگر او رو دوست داری البته میروم. تشکر مادر جان. من یگان دختر رو دوست میدارم و نه زن گرفتن میخواهم. صبر کن. حالا من سخنهایم رو تمام نکردم. شین. گوش کن عمر جان. من الکی برای تو یک دختر رو انتخاب کردم. وای به نهایت زیبا است. 5 پنجه‌اش هنر است. من باوری دارم که وای تو رو خوشبخت می‌کنه. فقط بیچاره صغیره کلان شده است.
و یگان خویشتان می شود. نه پسرم، وای همسینف کلین است. بله، مادرم راست میگوید. ما همراه فرشته در یک صنف میخواندیم. من باوری دارم که پسرم وای دختر تو رو خوشبخت میکند. رحمت مادر جان. از تقدیرم میترسم، اما چیزی که شما گوید مادر جان، من راضی. از هیچ چیز نترس، همش خوب می شود. گوش کن دخترم. لبای مادر جان. رفته دسترخوان‌ها رو تیار کن. من خودی پگاه به خواستگاری می روم برای عمر جان. مایلش مادر جان، خوراک تیار است. تیار شده؟ بله. خیز پسرم، رفتیم خوراک می خوریم. عمر در کشو؟ در شده است. در شده؟ ها. تو حتی در رو قلف نکرده ای؟ در رو اهمیت نده. دروید. عزیز لبای، من دیگر در این خانه زندگی کردن نمیتوانم. وجدانم مرا عذاب میدهد. التماس با پدرت زنگ زن، گوی که برای خانه من خریدار یابد. خانه رو میفروشم. حاضر از اینجا میرویم، وگرنه دیوانه میشوم. مایلش حاضر. مادرم زنگ میزند. جواب ده. لبای مادر جان. ها؟ مایلش میگویم. مادرم میگوید که هفته دیگر توی یکه عمر است. الو پدر، عمر میخواهد خونه‌اش رو فروشد. اگر خطا نکنم نامت فرشته همین طور. بسیار نامی زیبا، فرشته. فرشته، این لباس ها هم به تو زیبیده است. اگر اجازه دهی میخواهم چهره فرشته را ببینم.
مرا ببخش. این خشودنشو نمیخواستم. انا چش اومد. کلین جون، از توی فرشته 1 ماه گذشت و حالا هم خبرگیری نرفتی. مرحمت، چای رو گیره؟ رحمت، میگون چی میشوه امروز کلچه کرده همراهی نبیره هایم به خبرگیری رویم. میبخشید خاله جان، فرشته مادر دارد. مادرش کلچه کرده رفته دخترش رو خبر گیرد. آخر فرشته از خانه خودمون رفته است. تو باید هر هفته همراه شوهرت به خبرگیری او روی، چون که کودکانی تو رو فرشته کلان کرده است. میبخشید خاله جان، من کار ندارم. دادای محمد جان از کار برگشت، من به خانه مادرم میروم. بیزور کردید با می فرشته هاتون. فرشته کی گپی مرا گرفته بودی؟ مرجان لبای عزیزم، بیا به خانه خاله‌ام رویم. جیانچه هایت رو یاد کردی چی؟ بله، آنها رو یاد کردم. تیار شو، بگاه می رویم. مایلش عزیزم، تو تیار شو، بگاه می رویم. رحمت برای مهربانی هایت. تشکر. بس شده بچه ها خودی معلمی سلام بچه ها. سلام. شنید امروز نوبدار کی؟ من. کنی خیزت جویا در درس کی نیست؟ امروز در درس همه اشتراک دارن. آفرین. پیش از اون که درس نو رو ما سر کنیم گوید که با درس کی تیار است؟ درس رو کی جواب میدهد؟ آفرین. فرزانه، درسی گذشته تو نبودی. کنی نزدی تخته سیب برا. کنی درس رو جواب ده. تیار نیستم. چی؟ نرگیس؟ باز!
فرزانه معلم راهبر شما را میپرسد، میگوید زود به نزد من بیاید. حاضر میآیم. سلام استاد. салом умар. марҳамат шин. писарам, шумо хуб медонед ки вазифаи мактабу омӯзгор ин тарбия кардани хонанда аст ва задану ранҷондани талаба ба ягон қонуни маориф рост намеояд. писарам, бори чандум аст ки шумо ҳамин корҳоро такрор карда истодаед. аз пушти шумо шикоятҳо шуд. ман гумон мекунам беҳтар он аст ки шумо аризаи худро навишта аз кор мерафтед, худро табобат мекардед. барои инсон аз ҳама муҳим саломатӣ ӯ мебошад. бинобар ҳамин хоҳиш мекунам аз шумо писарам, аризаи худро навишта аз кор равед. марҳамат. нависед. аризаи худро нависед. нависед писар. من عمر، همون عمری که از سن 4 سالگی از پدر محروم مانده و تقدیر خوراندن و پوشاندن تربیه کردن مرا به دوش مادرم بود. مادرم با هزاران عذاب و مشقت‌های زیاد منو تربیه کرد و به مایه رساند. باره در پشت خانه ما همراه رفیقانم بازی میکردم که رفیق دیگرم دستش ماشینچه شادی کنان نزدمان آمد و گفت من تو پدر نداری، برای تو که ماشینچه میخره. من این سخن رو شنیده گریه کنان نزد مادرم رفتم و گفتم مادر جان، برای رفیقم پدرش ماشینچه خریده است. من پدر ندارم، این به من ماشینچه میخره. مادرم همان لحظه از دستانم گرفتم و مغازه بازیچه ها برد و با خواست دلم ماشینچه خرید. بعد از آن روز هیچگاه به پدریم رو حس نمی کردم، چون که در سیمای مادری مهربانم درم را می دیدم. اما من به قدر این نعمت بزرگ نرسیدم. من بهترین گنج را در ویرانه پرداختم و امروز از کار کرده خود سخت پشیمانم. اکنون فهمیدم که قدرت مادر اینقدر بزرگ بوده است، اما دیر شد. پشیمانم مادر جان، پشیمانم مادر جان.
شما پرویز از روزی که شوهر فرشته رو از قبرستان یافتن سلامتیش آنقدر خوب نیست. اجازه میدهید همراه فرشته و من رو به بیمارخانه بره؟ نه، فرشته کودک نیست. بیمارخانه رو نیست خودش دیده است. بردن گیرد. نباشد شما بره؟ آخر وای بیچاره. چی آخر وای؟ در وقتش گفتم که بیا دخترت رو با پسری برادرم دهیم. نه خودت رازیش دیونه اپا با کیم کدام شناسی دوگانه دادی، اما اکنون همون دوگانه بردن گیرد. آخر آن وقت فرشته طلبه مکتب بود. گوش کن، بیا دیگر درباره دخترتو انا و شوهر دیوانش در این خانه در پیش من گپ نزن. مرا فهمیدی؟ بس است. همیشه در خانه ما جنگ است. شما داده از روزی که خودم رو میشناسم اپا هم فرشته رو چشم دیدن نداره. همه این بهانه است. چین در جهت خوراکت را خور؟ نمیخورم. چین گفتم به تو؟ زندگی همش تو گناه خور هستی. خواهر جان، این خیل بیماران را در خانه نگاه داشتن ممکن نیست. او باید در بیمارخانه کسلی های روحی تبابت شود. دکتر نمی شود در خانه تبابت گیرد؟ نه خواهر جان، ممکن نیست. من به شما سراغه را می نویسم، شما حتما به سراغه من گفتگی بیمار را می برید. خواهر جان حتما اون رو خوبانه، بسیار وضعیتش وزنی است. میبخشید دکتر، انا تشخیص بیماری دیروزی نه. تشکر. هیچ گپ نیست. خواهر جان حتما او رو برده خوابونی، مگر نه یگان کس رو میکشد. مرا فهمیدی؟ اینترنتی ما کار نکرده سخت. انا آمدم. بیاییم. اوهو سازی خوب بچه چخیر ساز دنج؟ ایش ساز خلیل جان سازی؟ برای چی دیر کردید؟ بخشیش کمتر دیر کردیم. 1 ساعت چی شما رو انتظاریم. همه خوش؟ بچه ها شما یکون چیز خورده؟ نه شما رو انتظار بودیم. بیاید با خونه عمر می رویم. زنی عمر خوراک های بلزت می پزد. یکون خوراکی نغز می فرماییم. چخیل؟ بیا عمرت رامان. امروز روز استراحتی. بهترش به این طرف خانه می درویم. خوراک ها ما رو انتظار است. نایلش شما رفته با طرف خانه دروید. من رفته عمر رو میورم. عزیز تو دیگه کار نداری؟ بیا عمر بازی مون ندارون. رفت در این مهمان خانه یکون پیش خدمت رو بیندو. نرگیز گفته
یک شپوت زنه چی؟ راست میگد عزیز خیزت رفتی من گرسنه ماندم راست میگی؟ مایلش عمر جان تو من رو پرتفتا با کجا می روی؟ خیز با خونه می رویم. آخر من به تو نمیتوانم. من تو را دوست می دارم. رفتیم با خونه می رویم. ما عمر جان داروهایت را خور، آب را نوش، مایلش داروهایت را خوردی؟ اکنون پیوله را به من ده. انا اکنون خواب میکنیم عزیزم. خواب کن آهسته. انا همین خیل. خواب کن عزیزم. خواب کن. شبی نغز. شما کیستید؟ من رو با کجا میبرید؟ ایستید. شما کیستید آخر؟ شما کیستید که رویتان را به من نشان نمیدهید؟
فرشته دیوانه جون با مادرم زنگ زدم تلفن رو نمیبردارد. چی شد؟ التماس اومدم مرا به تولد خانه کارید. سلامتی هم خوب نیست. صبر کن حاضر می آییم. عزیز خیز زن عمر بیمار شده است. با مادرش زنگ زده است. مادرش تلفنش را نبرداشته است. او را زود به تولد خانه بردن لازم است. خیز مایلش لباسایم را آماده کن. زودتر مایلش حاضر. این شمایت مادر جان. فرشته و اینها نام گذاشته. و دخترچه هم نام بیبیش را زبونیسا و پسرچه هم نام عمرجان را گذاشتم. چقدر نام های زیبا. وا چیه؟ سلام علیکم اپا جان. می شود شما چه خیلی اپا جان؟ بله اپا جان من آمدم. من شما را در بیرون انتظارم. مادرم آمده؟ نه اپا جان فشار خونی مادرم بالا شد. چی؟ گفتن که کمتر خوب شوند زود میآیم. نه زنگ زد گوی که نآیم. حاضر ما را جواب میده. ها به من گلنازه جان کمک میرساند. شما ما را در پایان انتظار شوید مایلش خیر. مایلش گلنازه جان رفته. سلام خاله جان. سلام اپا جان. پرویز جان اینها رو گیر. رحمت. خب رحمت اپا جان. سلامت باشه. سلام اپای گلنا. کدومش پسر کدومش دختر؟ کنی وای اپا جان ماشین در آنجاست. میروی. انا خودشون. سلام پرویز جان. سلام اکای عزیز. سلام یانگا جان. بزرگ شود. خوش آمدید. مرا همه شناس شوید. این کس رفیق من کارکنی امانت بانک. عبدالله بختیار. سلام علیکم. 25 سال پیش پدر عمر برای عمر پول گذاشته بود. چی؟ امروز نگهداری پول به آخر رسید. از بس که شما همسر او و این کودکان او هستند می توانید شما پول را گیرید. چقدر مبلغ؟ $25,000. $25,000؟
براستی؟ بله. شما جدی میگویید؟ براستی. انا اینجا امضا گذارید. رحمت اکا عزیز. سلامت باشی. انا اینجا. حاضر. سلامت باشید. مایلش شنبه جان. روی سفید. مایلش رحمت. رحمت. بختیار جان. رحمت کالون. سلامت باشید. منم بروننده اومد. رحمت اکا جان. اکا عزیز رحمت کالون. خوش آمدید. تشکر زیاد. کودکا رو احتیاط کن. گلنوزه جان. خیلی فرشته. رحمت کالون. مایلش شما روید من بگو حتما میویم. رحمت. خیلی مایلش. روی سفید. خیلی.